Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. مرکزی ورزش ارتش رقابت میکنند و این بازی هم در حال برگزار شده ایستادند که دوام قریب یک ماه درش گفتیم در کرسی احتیاطی. عموما بیننده عزیز خاطررسان میکنیم که در موسم لیگ اولی کشور صدای شگیداور رستم نورمتوف از شهر دوشنبه از آغاز بازی دسته ها درک میدهد و نوزوقف بود بازیگر مذکور که قبلا در دسته کوکتوش بازی میکرد. به این نهایت برگشت و حالا امکانیت خیلی خوب برای دسته خطلون. اینجا ضربه امیر جان خود داد فاروق موسیسی. حالا ادامه حمله دسته حسیلات و ضربه بلندتر. حالا امکانیت برای بازیگر دسته خطلون گبک و پراسپر. اینجا اشتباه میکنند دروازه‌بان دسته حسیلات ویلی کاپاوا. حالا یک وضعیت خطرناک برای بازیگران حسیلات. امکانیت برای اجرایش ضربه و امکانیت برای بازیگران دسته مذکور امانوئل کاکو. ضربه او به کنج دروازه. ادامه حمله و حالا ببینید چگونه گزارش از جانب بازیگری دسته حسیلات و او ضربه میزند. رودکی و حالا در میدان دسته ارتش بازی کرده است. ادامه حمله دسته حسیلات و اینجا دوباره اشاره میکند هیچ چیز نیست. پنالتی دوباره اشاره میکند. معذرت میپرسیم. ضربه 11 متر و کورت زرد و این لحظه رو باری دیگر خوبتر و بهتر برای ما و شما نشان داد. بله قاعده بازی ویران شد 100%، ولی معلوم شد از نوارها که بیرون از جریمه گو اهلیدین حبیبولوف است. ضربه سعید مختار عظیمов و حساب شده می شود 1-0. فوتبالبازان دسته حسیلات با نیمه اولی رقابت. اساسی می رفتن از جمله در دوران شوروی زمانی که دسته پامیر بود. حالا ادامه حمله دسته حسیلات ولی باز به ادامه حمله دسته خطلون و بهترین امکانیت گلزنی بود. ادامه حمله از فوتبالبازان دسته خطلون یک موقعیت خوب اما گبک و پراسپر با وارد میدان شده است. اینک 4 تغییر در دسته خطلون انجام می شود و پنالتی با دروازه دسته حسیلات تعیین کرده می شود. رو منتظر هستیم. بله اینجا 100% معلوم می شود که بازیگر دسته حسیلات غیر قاعده بازی کرد. هرچند جانبک شریفوف در برابر سالبان افغانوف قرار داشت. ضربه علیشیر براتوف رو می بینیم. ضربه او و خطا می رود. ضربه علیشیر براتوف بیننده عزیز از در می بینیم. بله خیلی بلند ضربه اجرا شد. ادامه حمله دسته حسیلات رو می بینیم. یک ضربه از مسافه دور و اینجا نزدیک بود بازیگر دسته حسیلات. حالا ضربه نوبتی اما چگونه در دقیقه 69 امکان نوزیموف پرتابی او با فرانک میکایل. حمله دسته حسیلات ضربه و دروازه‌بان خطلون. واقعا بازیکن دسته خطلون پاس به کنار طاهر تقایزاده. ضربه از همین موقع ولی پاس سولو به کنار محمد علی عزیزبایف. پاس به شادی مرادوف. ضربه شادی مرادوف و باز هم دروازه‌بان دسته خطلون. و همینطور صدای اشتراکی از پایان رقابت دسته های حسیلات و خطلون در دور 15 صدا میدهد. حساب 1-0 با یک گل زده سعید مختار عظیموف دسته حسیلات غلبه به دست می‌آورد در میدان خود در مقابل خطلون. عموما رویدادها زیاد بودند.